اگه تو هر ثانیه $1 درآمد داشته باشی، برای به دست آوردن $1,000,000 حدود 11.5 روز زمان میخوای. اما اگه 1,000,000,000 بخوای بیشتر از 31 سال طول میکشه. میبینی؟ تصور و رویای ثروت برای همه آسانه، ولی افراد خیلی کمی رویا رو به واقعیت تبدیل میکنن. در کل 5 سطح مختلف برای ثروتمندان وجود داره و توی هر سطح همه چیز خیلی متفاوت میشه. تفاوت بین کارهایی که یک میلیونر میتونه انجام بده با یه میلیاردر. تو این ویدیو زندگی توی هر سطح مختلف از ثروتمند بودن رو بررسی میکنیم، از جمله عجیب و غریب ترین خریدهایشان. همونطور که در حال تماشا هستید متوجه یه موضوع جالب میشید. دیدگاه ما نسبت به پول مهمه، نه خود پول. چون قیمت‌ها نسبت به میزان درآمد احساس میشه. مثلا اگه کسی که تو سال $1,000 درآمد داشته باشه و با کسی که $1,000,000 درآمد داره مقایسه کنی، شخص دوم 10,000 برابر بیشتر درآمد داره. یعنی یه لامبورگینی که $1,000,000 میشه 1,000 درآمد فرد پولدار و خب 1,000 درآمد فرد معمولی میشه $100. در نتیجه خرید یه لامبورگینی در نظر فرد پولدار مثل $100 برای فرد معمولیه. حتی اگه جزو 1% برتر باشید، به این معنی نیست که شما ثروتمندید. اگه درآمدتون تو سال مثبت $200,000 باشه، شما جزو 1% برتر جهانید. شما میتونید یه خونه و یه ماشین خوب بخرید، ولی خب از نظر مالی چندان احساس امنیت نمی‌کنید. چون هرچه ثروت بیشتری داشته باشید، سطح توقعتون بالاتره و همش سعی می‌کنید یه چیزی که فراتر از سطح درآمدتونه بخرید تا خودتون رو ثروتمند بدونید. تو این سطح نیازاتون کاملا برطرف میشه و زندگی خیلی راحتی دارید. خونه و ماشین خیلی عالی دارید و راحت میتونید با پرواز درجه 1 به جاهای مختلف سفر کنید. هیچ وضعیت اضطراری مالی نمیتونه زندگی شما رو نابود کنه، ولی باز هم شما ثروتمند نیستید. باید در تصمیم گیری های بزرگ عاقل باشید، مگر نه ممکنه توی یه شب همه چی رو از دست بدید. و تازه توی سیستم بانکی شما هنوز به عنوان سرمایه‌دار فوق‌العاده طبقه بندی نمیشید. خب از اینجا به بعد شما تو لیگ‌های بزرگ بازی میکنید. به احتمال زیاد شما یه شرکت بزرگ رو اداره میکنید و چندین خونه لاکچری و ماشین‌های گرون قیمت دارید. شما هر جای جهان رو تو گرون قیمت ترین هتل‌های 5 ستاره اون میتونید برید که قیمتش یه چیزی بین 10 تا 50,000 دلاره. ولی این پول هیچی برای شما نیست. شما دستیار شخصی دارید و چندین خدمتکار. به جای پرواز درجه 1 میتونی به صورت خصوصی پرواز کنی، ولی خب جت شخصی نمیتونی بخری. تو این سطح دایره اجتماعیتون به شدت زیاده. احتمالاً شما با رئیس‌های بزرگ شرکت‌ها و سیاستمدارا معاشرت می‌کنید، اما ممکنه احساس کنید به قدر کافی ندارید، چون تو اون محفلایی که می‌بینید باز هم افراد خیلی پولدارتر شما وجود داره. مثلا شما بهترین و جدیدترین نسخه فراری رو دارید، ولی دوستتون نسخه از فراری رو داره که تو کل جهان ازش 5 تا ساخته شده. و مثلا شما با شهردار امشب شام می‌خورید، ولی دوستتون با رئیس جمهور. برای قرار گرفتن تو این سطح شما باید مالک یه شرکت که اکثر مردم جهان اونو میشناسن باشید. شما تو این سطح میتونید با ستاره‌های سینما، موسیقی و ورزش معاشرت کنید. شما خواستنی خونه‌ها و ماشینا رو دارید و میتونید یه جت شخصی و حتی یه قایق تفریحی داشته باشید. حتی میتونی یه جزیره برای خودت بخری. تقریبا هر رویایی رو میتونی تجربه بکنی. دوست داری با ستاره فوتبال مورد علاقت بازی کنی؟ راحت میتونی. یه مسابقه خیریه راه اندازی میکنی و اون ستاره به خاطر وجه و اعتبارش نزد طرفداراش میاد به اون مسابقه. عاشق موزیکی؟ میتونی خواننده مورد علاقت رو به پارتی دعوت کنی و خب اگه خوب خرج کنی اون برات میخونه. احتمالاً از شدت پول زیاد سراغ کارهای غیر عادی هم بری. مثلا یه شرکت استرالیایی دستمال توالت از جنس طلای 24 عیار به قیمت 1.3 میلیون دلار میفروشه و خب از اونجایی که این برای شما عددی نیست، شاید اونو بخرید. و خب اگه خوشت اومد، چرا یه توالت طلایی یا حتی یه حمام طلایی نخری؟ و خب تو این سطح شما میتونید هر چیزی رو از طلا بخرید. مثلا گرونترین گوشی جهان یعنی آیفون با روکش طلایی 24 عیار و دارای 600 قطعه الماس و یاقوت و شیشه یاقوت کبود به جای صفحه نمایشش. قیمت این گوشی 15 میلیون دلاره که خب برای شما چیزی نیست. یا نظرتون راجع به یه قلم که داخل 4800 قطعه الماس به کار رفته شده چیه؟ و یا ماشینی از جنس طلا و هزاران چیز دیگه.
تعداد میلیاردرها تو سالهای اخیر به شدت افزایش یافته و هر سال دارن بیشتر میشن. تا الان نزدیک 2800 میلیاردر شناخته شده وجود داره. البته احتمالاً بیشتر هم باشن، ولی خب اطلاعاتی از اونها تو دسترس نیست به خاطر خانواده خاص یا کار خاصی که اونا رو به این ثروت رسونده. جالبه بدونید این 2800 میلیاردر نزدیک 13.5 تریلیون دلار سرمایه دارن. این پول از کل پول 5 میلیارد فقیر زمین بیشتره. یعنی بیشتر از 50% جمعیت کل زمین. این آمار خیلی سنگینه. بذارید اونو تجسم کنیم تا راحت‌تر متوجه بشیم. این نمونه برنج نشون میده که حتی تو دسته میلیاردرها هم تفاوت بین 1 میلیارد تا ثروت بزوس یا ایلان ماسک خیلی زیاده. خب حالا که دید بهتری نسبت به سرمایه میلیاردرها داریم، بیایید ببینیم با اون چیکارا میتونید بکنید. چون شما هر چی میتونید بخرید، هر چی. دیگه درباره وسایل و تجربیات فوق العاده صحبت نمی‌کنیم. اول از همه شما میتونید دسترسی بخرید. یعنی به هر کسی توی این کره میتونید دسترسی داشته باشید. و این فقط درباره افراد مشهور نیست، بلکه در مورد افراد قدرتمند توی سیاست هم هست. به خاطر اینکه شما میتونید کمک کننده‌ای به حزب سیاسی اونا باشید. و خب این شما رو به دومین چیزی که یک میلیاردر میتونه داشته باشه میرسونه. نفوذ. شما کاملا میتونید توی تغییرات بزرگ تو جهان تاثیر بذارید. مثلا با ساخت یک فیلم سینمایی با بازیگران مطرح که با عقاید شما ساخته میشه، میتونید ذهن میلیون ها آدمو عوض کنید. و یا حتی تغییرات خوب تو جهان، مثلا نجات آفریقا از فقر و بدبختی یا نجات یک جانور در حال انقراض. با پول میتونید روی همه چی تاثیر بذارید. یکی دیگر از قابلیت‌های میلیاردرها که اغلب دست کم گرفته میشه، زمانه. شما لازم نیست برای هیچ چیزی صبر کنید. فقط بهش فکر کنید و بسپارید دست دستیار شخصیتون. مثلا میخوای غذای بهترین سرآشپز دنیا رو بخوری. اون شخص فردا ناهار رو براتون درست میکنه بدون اینکه شما کاری بخواید بکنید. با این حال باور کنید یا نه، این فوق‌العاده ثروتمند بودن دارای معایبی هم هست. مثلا داشتن روابط عاطفی عادی تو این سطح تقریبا غیر ممکنه، چون دوستان و خانواده‌ای که شما رو به خاطر خودتون بخوان نه پولتون خیلی کم هستن و شما نمیتونید تشخیص بدید که کدومن. یا فرض کنید شما میخواید یه دیت بذارید. از یه طرفی زیباترین و باهوش‌ترین زنان اطراف شما هستن، ولی باز هم پیدا کردن عشق واقعی تقریبا غیر ممکنه. هیچ سطح پولی هم نمیتونه همه چی رو به شما بده. مثلا مرگ یا از دست دادن عزیزانتون یا سلامتی، شما نمیتونید اینا رو با پول بخرید. احتمالاً بعد از دیدن این ویدیو احساس فقر و بدبختی کردید. بهتون پیشنهاد میکنم دوباره فکر کنید. معلومه فاصله این ما حتی با سطح اول انقدر زیاده که یه حس ناتوانی درمون ایجاد میشه. ولی خب به جای مقایسه خودتون با سطح بالا، چطور خودتون رو با سطح پایین جهان مقایسه کنید؟ اگه شما تونستید این ویدیو رو ببینید، حداقل اینترنت و یه موبایل، لباس و غذا و یه سقف که زیرش میتونید استراحت کنید دارید. خب این یعنی شما از 55% افراد کل جهان ثروتمندترید. حتی اگه الان $1 هم داشته باشید، از خیلی از مردم پولدارترید که یا چیزی ندارن یا حتی بدهکارن. پس شما ثروتمندید و همونطور که گفتم، پول یه مقیاس ذهنیه و خوشبختی به مقدار پول زیاد نیست.